چگونه بدانیم که الله از ما راضی است؟ هر کدام ما دوست داریم و آرزو داریم که الله ما را دوست داشته باشد، ما محبوب الله باشیم و هیچ کسی به این مقام تنها به آرزو نمی رسد تا اینکه تلاش نورزد. وقتی یکی از علمای گذشته از شیخ و استادش پرسان می کند که یا استاد کیف اعرف ان الله یحبنی، چطور من بدانم که الله من را دوست دارد؟ استادش جواب می دهد اذا اردت ان تعرف مقامك عند الله فانظر فيما اقامك الله. اگر می خواهید که ببینید که مقامت، ارزش و جایگاه تو در نزد رب العالمین چیست، ببین رابطه و محبتت با الله چگونه است، ببین که طاعت و بندگی شما چگونه است. یکی از حکما میگوید لیس شأن ان تحب ولكن شأن ان تحب. مقام این نیست، جایگاه و مقام و ارزش این نیست که شما دوست دارین. ارزش و جایگاه و مقام این است که او شما را دوست داشته باشد. هیچ کسی به طور یقین نمیتواند بگوید که من را الله دوست دارد. هیچ کسی به طور یقین نمیتواند بگوید که فلانی را الله دوست دارد. این علم غیب است. البته عزیزان، نشانی های وجود دارد، علائم و نشانی های وجود دارد که دال بر محبت هستند. اگر این نشانی ها و این علائم در شما باشد، این به این معناست که الله شما را دوست دارد. اولین علامت، آیا فرائض را دوست دارید یا خیر؟ نماز فرض الهی است، روزه فرض الهی است، حج و زکات اینا فرائض الهی هستند. اگر از جمله کسانی باشید که عبادت و طاعت و بندگی و فرائض رب العالمین را دوست دارید، این نشان میدهد که الله شما را دوست دارد. نشانی و علامت دوم این است، وقتی مؤمن واقعی هستید و طاعت و بندگی رب العالمین را به جای می آورید، نمازهایت را هم میخوانید، زکاتت را هم ادا میکنید، روزه ماه مبارک رمضان را هم میگیرید، با شوق و علاقه خاص انجام میدهید، با وجود این دچار مصیبت ها میشوید، بدان که این عذاب نیست، این ابتلاست. این ابتلا و آزمایش رب العالمین است و این نشان میدهد که الله شما را دوست دارد. چرا؟ چون رسول من صلی الله علیه و سلم فرموده است، فرمود ان الله اذا احب قوما ابتلاهم. وقتی که الله سبحانه و تعالی قومی را دوست داشته باشد، آنها را ابتلا می کند، مورد آزمایش قرار می دهد. بعد در ادامه حدیث می فرمایند فمن رضا فله الرضا. هر کس که در مقابل این مصیبت ها و این آزمایش ها و این امتحانات موقفش رضایت و خوشنودی باشد، او راضی است به آنچه که الله برش مقدر نموده است، فله الرضا، پس الله هم خوشنودیش را نصیب او میگرداند، الله رضایتش را هم نصیب او میگرداند. بعد در ادامه حدیث میفرمایند ومن سخط فله السخط. و هر کسی که ناراض شود، موقف ناراضگی را بگیرد در مقابل این مصیبت ها، در مقابل این مشکلات، یک نوع ناخوشایند باشد، خوشحال نباشد، میفرماید که برای او هم از جانب رب العالمین نارضایتی است. و اما علامت و نشانی سوم محبت الله سبحانه و تعالی با بنده اش، وقتی میبینید که مردم شما را دوست دارند، شما پیش روی مردم و در میان مردم مقبولیت دارید، همه با شما محبت دارند، همین محبت مردم دلیل بر این است که الله سبحانه و تعالی هم شما را دوست دارند. بسیاری از کسانی هنرپیشه ها را ما میبینیم، فوتبالیستا را ما میبینیم، بسیاری هم محبوبیت دارند در میان مردم، یک جایگاه خاصی دارند، مردم با او محبت میکنند. این دلیل بر این نخواهد بود که الله سبحانه و تعالی هم آنها را دوست دارند، بلکه این مقبولیت و جایگاهی که شما در میان مردم دارید این بر اثر دینداری باشد. دلیل چهارم محبت الله با شما این است
که الله شما را از فتنه ها دور نگه داشته باشد، شما را از فتنه ها، دروازه شرارت ها را به سوی شما بسته کرده است. و اما علامت و نشانی پنجم این است که در همین دنیا سزای بعضی از اعمال خود را ببینید. شما گناهی را مرتکب شده اید، خطایی را مرتکب شده اید، به حرامی دوچار شده اید، بعد سزای آن را و عذاب آن را در همین دنیا میبینید و به آن روبرو میشوید. عذاب این دنیا بسیار به مراتب آسانتر است از عذاب او دنیا. و اما علامت و نشانی ششم محبت الله سبحانه و تعالی با شما این است: اگر میبینید که الله سبحانه و تعالی محبت نوافل و سنت ها را در قلب شما انداخته است، نمازهای نفلی، روزهای نفلی، دوشنبه ها پنجشنبه ها را روزه میگیرید ماشاءالله، رفتن به عمره این روزها ماشاءالله دروازه عمره باز شده است اگر کسی را الله سبحانه و تعالی توفیق داده باشد، و محبت کارهای نفلی و خیر در قلب شما انداخته شده است، این علامه و نشانی این است که الله شما را دوست دارد. علامت هفتم: اگر الله سبحانه و تعالی محبت علوم دینی را در قلب شما انداخته باشد، ببینید این نشانی را توجه بکنید. برای شما مشکلی پیش می آید، سوالی پیش می آید، نمیگویید که خیر است من چنین و چنان میکنم، فوراً گوشیت میگیرید، تماس میگیرید با یکی از علما، یا اینکه کوشش میکنید که یکی از علما را پیدا بکنید و پرسان بکنید که فلانی این مسئله چگونه خواهد شد. این جستجو در وجود شما هست و این احساس در وجود شما هست که باید پرسان بکنید و به آن عمل بکنید. این نشان میدهد که الله سبحانه و تعالی شما را دوست دارد. علامت هشتم که اگر در شما دیده شود، معلوم می شود که شما محبوب رب العالمین هستین و الله با شما محبت دارد، محبت نیکان و صالحین، انسانهایی را که به دینشان پایبند است، به ایمانشان پایبند هستند، شما او را قلبا دوست دارید. و اما علامت نهم: وقتی می بینید که با اصرار و خشوع و شکستگی دعا می کنید، دستا را بلند می کنید در تاریکی های شب، با اصرار با خشوع دعا می کنید، بعد می بینید چند روز پس می بینید دعای شما اجابت شده است، این دلیل محبت رب العالمین با شما است. بدان که الله سبحانه و تعالی شما را دوست دارد. البته این به این معنا نیست که اگر اجابت دعای شما به تأخیر انداخته شود، این به این معنا نیست که الله سبحانه و تعالی شما را دوست ندارند، چون گاهی اوقات تأخیر اجابت دعا این شاید به خیر شما باشد که ما و شما نمیدانیم و الله میداند. یکی دیگری از علائم و نشانی های محبت الله سبحانه و تعالی به بنده‌اش این است که بنده دائم ملاقات رب العالمین را دوست دارد، میخواهد به ملاقات پروردگارش برود، دائم دوست دارد که پروردگارش را ببیند. فرمود: من احب لقاء الله احب الله لقاءه. هر کسی که ملاقات الله را دوست داشته باشد، الله هم ملاقات او را دوست دارد. فرمود صلی الله علیه و سلم: ان الله اذا احب اهل بیت ادخل علیهم الرفق. وقتی که الله خانواده ای را دوست داشته باشد، اهل یک خانواده ای را دوست داشته باشد، نرمی را در او خانه داخل میکنه، نرمی را، همه را نرم میگرداند. این به این معنا نیست که حرمت های رب العالمین زیر پا میشود و شما نرم باشید. این به این معناست که این قدر تند نباش در مقابل همسرت، در مقابل زنت، زن در مقابل شوهرش، فرزند در مقابل پدرش، پدر در مقابل فرزندش. نباید آنقدر از تندی کار بگیرید و سختی کار بگیرید که از رحمتهای رب العالمین بدور شوید. و در اخیر با این آیت صحبتهایم را به پایان میرسانم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. پیامبر به امتت بگو اگر شما الله را دوست دارین، اگر شما الله را دوست دارین، فاتبعونی، پس من پیامبر را اطاعت بکنین و پیروی بکنین. یحببکم الله
الله با شما محبت خواهد داشت. أينما كنا